درود شنوندگان گرامی، راغبان ادبیات، به توجه شما عزیزان، آثار مکمل یکی از شاعران حوزه ادبی عصر 19 بخارا، شمس‌الدین شاهین، تحت عنوان کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل بشنوید. گفتار 30. شناخت و بزرگداشت گذشتگان ملت یکی از عنصرهای افتخار وطنداری به شمار می رود. از این رو اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد رو آوردن به گذشته فرهنگ ملت در رابطه با درک مقام گذشته و امروزه تاجیکان در گسترش تمدن بشری شایسته تحسین است. شمس‌الدین شاهین از ستاره‌های درخشان ادبیات فارس و تاجیک آخر عصر 19 می باشد که نام او با واسطه نام پدرش مولا امان که از دانشمندان و مدرسان مشهور بخارا بوده است با نام کلابی علاقمند است. استاد صدرالدین عینی در نمونه ادبیات تاجیک چنین فرمودند: پدر شاهین مولا امان نام کلابی است. از وطن اصلیش به نیت تحصیل علم به بخارا آمده، در اینجا توطن و ازدواج کرده. شاهین در بخارا تولد یافته و کسب و کمال نموده است. ترجیع بند و ترکیب بندها. تا بود لامعه خاوری از چرخ برین، سایه گستر بسری خاک نشینان زمین. بحر و بر تابی رای تو اسکندری ماد، چون سلیمان شودت دیو و پری زیر نگین. همه در حکم تو باشد چی زمین و چی زمان، همه فرمان تو جوید چی مکان و چی مکین. رقص در کفشکنی محفل نازی تو رود، گرچه در بزم فلک زهره بود صدر نشین. هر کی را مایده از خوان تو باشد مه و میر، کاسه دوغ نماید به نظر قرص جوین. به دعای تو اگر دست کشایند بشر، ملک از بام فلک نعره برآرد آمین. ای که مدح تو خدا خوانده بذل اللهی، گرچه نبود صفتی ذات تو حد شاهین. به ثنای تو ولی بنده به امید قبول، کرد این مصرعی برجسته مسمن تضمین. هوت اگر هوتی کند، کمپیر در قوطی کند. ترکیب بند.
بی تو اشکم ز دیدگان آید، دلم از غصه بر دهان آید. آنچه از وصل گل کشد بلبل، با من از فرقت تو آن آید. خون اشکم رسیده تا زانو، مگذار اشکی تا میان باشد. عشوه ابروی تو بر دل من، همچو تیریست بر نشان آید. نپذیرم به جای تو مه را، بر زمین گر ز آسمان آید. بیش از این از برم کناره مکن، کرده یک کرت دوباره مکن. دلبرا رشک بوستان شده ای، غیرتی ماه و اختران شده ای. زهره را حسن تا چی حد باشد، همچنان بلکه به هزان شده ای. چند گویی که همچون نرگس من، از چی بیمار و ناتوان شده ای؟ این ندانی که زان دو نرگس مست، عاشقان را بلای جان شده ای. بر تو جرمی نمی نهند چرا، که چنین از چی دلستان شده ای؟ عیب عاشق نباشد آن که نگار، می برد دل ز دست او ناچار. ای سرم خاک آستانه تو، وز کناری دل آشیانه تو. گره از طره باز کن که کنم، دل صد چاک خویش شانه تو. وه چه شیرین لبی که با عشاق، نقل مجلس بود فسانه تو. تا دل عالم شکار کنی، زلف تو دام و خال دانه تو. هر کجا صوت دلکشی برخاست، خورد بر گوش دل ترانه تو. بس که هستی کشاده پیشانی، شاهدی بخت شاه را مانی. قطعه ها. بوسه از خال زیر زلف تو کس، مار را مهره از دهان گیرد. چهره زیر نقاب اگر گیری، ماه بر اوج آسمان گیرد. نباشد به نادان
رهی مصلحت، به غیر مدارا نکوکار را. اگر بر نیاید بری بار خر، بباید بری خر بری بار را. شب حدیث تو می خواستم که عرضه هم، ندای ویحکم از 6 جهت رسید به گوش، که ای سپرده به خود جاده خیالی محال، گذار هرزه در این شیوه خطیره مکوش. کسی که غاشیه فضلش از سری تسلیم، کشد دبیر عطارود به آسمان بردوش. تو را چی دغدغه شاهین که در جریده شعر، کنی احاطه حدیثی کمال و او خاموش. نیکویی کن بر آن که نیکی خواست، کز تو این نامی نیک میماند. میپزد آش در سفال، ولی رو سیاهی به دیگ میماند. ای آسمانی کینه برو چرخی پرستیز، تا کی ستیزه ساختن و کینه خواستن. بدری تمام بودم و دردا که چون هلال، بگذشت از جفای تو عمرم بکاستن. زبده اولاد سلاطین که خواند، خطبه اقبال به نامش خطیب. در تاریخ جلوسی امیر عبدالاحد گوید: زبده اولاد سلاطین که خواند، خطبه اقبال به نامش خطیب. خامه شاهین که ز انشای او، صفحه آفاق گرفته است زیب. کرد به تاریخ جلوسش رقم، نصر من الله و فتح قریب. با حساب ابجد به سال 1330 هجری قمری 1892 میلادی راست می آید. کرد به تاریخ جلوسش رقم، نصر من الله و فتح قریب.
شرح شوقت می نوشتم، دیده خونبار گفت جایی سرخی هاش بگذاری که من خواهم نوشت. هر کجا تخمی محبت بود دهقان ازل، جمع کرد و یک به یک در سینه شاهین بکشت. رباعیات. ای آن که بدن ز سیم خام است تو را، رخساره به از ماهی تمام است تو را. نه حوری و نه ملک، نه آدم نه پری، خود گو که چی صنفی و چی نام است تو را. زلفی سیه و روی سفید است اینجا، شامی رمضان و صبح عید است اینجا. ماهی رخ او ز خط ریحان خط نسخ، بر ناصیه مهر کشید است اینجا. ای خلعت سلطنت به بالای تو راست، گر دعوی سلطنت کنی با تو سزاست. هر سلطنت راست کم و کاست، ولی در سلطنت تو نیست هرگیز کم و کاست. شعر شاهین که پای تا سر معناست، شد منکر اگرچه آن که گرمی دعواست. داند منکر شعر من تا به کجاست، سگ داند و کهنه دوز در انبان چه هاست. هر کس به فسون یگانه دوران است، چون من نبود گر به مثل شیطان است.
لیکن نکشوده ناخونی تدبیرم، بندی که تو را برشته تنبان است. نخلی که به سرو خورده گیرد قد توست، شمعی که به ماه خنده دارد خد توست. گر ماه ز آسمان و سرو از بوستان، با قد و خدی تو سجده آرد خدی توست. بگداخته تن همچو هلالم ز غمت، در دست زمانه پایمالم ز غمت. چون مرغ قفس شکسته بالم ز غمت، القصه بس خراب حالم ز غمت. ای آن که ز آب و خاکی و آتش و باد، وی جسم مرکب شده زین چار اضداد. امروز بزن در آب آتشگون جام، فردا دهد خاک تو را چرخ به باد. شاها فلکت بنده و مه چاکر باد، خورشید ز افسرت یکی گوهر باد. من بنده گمرهم ز نادانی خویش، فضلی تو مرا به سوی تو رهبر باد. چرخم که به انواع فنون جامی کرد، چون ماهی نوم به نیم نان قانی کرد. باز از چه سبب به فکر تحصیل معاش، اوقات مرا چو سعی خود ضایع کرد. دولت که تراکیب ز دولت دارد، لت بیند ز دولت آن که دولت دارد. رو یابد و لت بیند از دولت خویش، اندازه دولت آن که
دولت دارد. آنی که مهو مهر تو را یاور شد، بهرام مطیع و مشتری چاکر شد. ناهید حریف بزم و کیوان حاجیب، تیر آی نگار و آسمان دفتر شد. جان در حسرت روی تو بیمرده است چند کسی، دریا نشدی که دست بشوید همه کسان. جان نصیب یک آدم که دای چند کسی. شنوندگان ارجمند، شما گفتار سیوم را از روی کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان گفتار شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. تا برنامه‌های دیگر روح بالیده، خاطری جمع و تندرستی تمنا می‌کنیم.